سرخط خبرها: طوفان تازه در باجوار، سقوط پیاپی پایگاه‌های نظامی به دست طالبان پاکستانی، اعلام عفو عمومی و هشدار شدید علیه هر گونه همکاری با رژیم اسلام آباد. آغاز درگیری‌های شدید در خیبر پختونخوا، نظامیان پاکستانی به سوی اسلام آباد فرار کردند. ده‌ها نظامی پاکستانی و تحریک طالبان کشته و زخمی شدند. هشدار جدی افغانستان به پاکستان: در میدان جنگ امتحان خود را داده ایم، صبر ما را لبریز نکنید. کاټان توپ طیاره لري کوټه وشتون کې توغندي نه لري تر دغه نه ډېر قوي شی موږ لري چې ډېر قوي عزم دی اراده. پافشاری پاکستان برای جنگ با افغانستان: خواجه آصف هشدار داد بدون مهارت تیپی روابط با افغانستان عادی نخواهد شد. اگر شرایطی که آنها مطرح می‌کنند برای ما قابل قبول باشد، توافق حتما حاصل خواهد شد.